بعدی که ویدیو شما نشر کرده، بعضی آدم‌ها در کامنت‌ها نویسن که قدرت خداوند همه چیز هست. بعضی آدم‌ها نویسن که ما حضرت قرآن را که شدیم دیدیم، یقین یافتیم، ما به این چیز باوری داریم. همین برادری که حاضر نوارش در پشت ما رفته است، این برادر چنین حرفا میگه، چنین گپا میگه. در حقیقت در تاجیکستان پیش از اونه که مردم باید حقیقت صبر کرده فهمند، پهم کردن گپای هر خیلی بسیار است. حقیقتا نمیدونیم. در حقیقت همین برادر گپاشو میخواستم که به شما رسونم. یا ابرو داخل سوره بقره هست، سوره آل عمران هست. شما برید اون رو بردارید، آب بکشید، شفا پیدا میکنید از بیماری و ویروس کرونا. قسمتی از شهرهای ایران این خواب رو به من نسبت دادن. برخی گفتن مردی از عراق، یکی گفته از افغانستان، یکی گفته که از علمای مدینه. به هر حال همین که این خواب مدعیان زیادی داره دال بر دروغ بودن این جریان هست. کذب محض است عزیزان. من چنین خوابی رو ندیدم. این طبیعی هست. بعضی عزیزان خیلی با اصرار گفتن که ما رفتیم در قرآن رو باز کردیم، این عدد مو رو ما دیدیم، یک عدد، دو عدد. خب این طبیعی هست. انسانهایی که قرآن میخونند موی از ریششون و یا پلکشون و یا ابروشون یا مو سرشون در کل قرآن یه جایی میفته. به همین خاطر بعضیا گفتن سوره بقره. اگر سوره بقره رو ندین آل عمران رو گفتن، سوره یاسین رو اسم بردن. عزیزان من، اولین نکته‌ای که به شما عزیزان میگم اینه که این خواب کاملا کذب است و دروغ، هیچ گونه صحتی نداره. علیه وسلم در خواب نه در بیداری به من فرمودن، در بیداری به شما فرمودن. اصلا پیامبر صلی الله علیه وسلم به جای خود که خود قرآن فرموده است و ننزل من القرآن ما هو شفا. قرآن شفای همه درد هست. قرآن شفا هست. قرآن به دل فسرده جان میبخشد، از پرتو خود جان به جهان میبخشد. این معجزه رسول پاک عربی حقا که حیات جاودان میبخشد. شما چرا دنبال خواب میگردید؟ چرا حتما باید یک نفری خرافه‌ای رو در جامعه ترویج کند، یک کذب محضی رو؟ عجیبیم، همه چیز عوض شده. راست رو، حقیقت رو که مثل روز روشن است گذاشتیم کنار، بعد دنبال خوابها میگردیم، دنبال رؤیاها میگردیم، دنبال اباطیل و عراجیف و خزعبلات میگردیم که از زبان این از زبان اون تو فضای مجازی باورش کنیم و در حد وسیع و گسترده اینو پخش کنیم. یک حدیث صحیح رو چرا پخش نمی کنیم؟ یک کلام حقیقت رو چرا پخش نمی کنیم؟ در پخش و نشر آیات قرآن و مفاهیم دینی چرا اینقدر لنگی؟ آخرین باری که قرآن رو باز کردیم کی بوده؟ قبل از این خواب. بعضی از ما شاید چند سال از سراغ قرآن نرفتیم، از رمضان گذشته سراغ قرآن نرفتیم، ولی به وسیله یک خواب رفتیم قرآن رو باز کردیم ببینیم راست یا دروغ، دو مرتبه بستیم. واقعا جای تأسف داره. قرآن شفاست. این مو نمیتونه کاری بکنه. قل، ای خود پیغمبر وقتی نمیتونه، وقتی خود خدا به پیغمبر میگه قل، ای پیغمبر بگو انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، من پیغمبر نمیتونم ضرر رو از شما دفع کنم، من پیغمبر نمیتونم ویروس کرونا رو از شما بگیرم، من نمیتونم، در اختیار من نیست که مسائل و مشکلات رو از شما دور بکنم. بعد شما از موی من. عجیبه. حاجی پرویز جان، اصلا ما پیشترا هم ضد انا همین خیلی خرافات و انا همین خیلی باوری های بطوریکی، ایمانی بطوریکی که مردم دیندار را به همین چیز گرفتار میکنن، نماینده ها از نام دین، نماینده های دین از نام دین بگیم، پیشترا هم مثل که کوکاکولا را چپانه میموندن، خب ادیداس، نایک، ریباک، اینم کراسوفکی هم فرما را میگرفتن، ای طرف او طرف بخون، ای طرف بخون،
کجش بگی بخون همه چیزا را ما از همون وقت هم ضدیت و برای دما میفهمودیم که همه چیزا اینا یک خرافاتن، یک چیزی هستن که بعضی بودن، بعضی آدم‌ها که این خیلی نویسگی سوزوندن شو گفتیم برادر همون چیز خیر کنه برای یک کسی که احتیاج داره به همون چیز، از مثلا به این درجه را مردم بیاری برسونه که مردم مطیع یک موه شود. شاید همون موه اگر خودی همون انسان قرآن خون باشد یا کسی که قرآن خونده باشد، شاید موهی بنی همون آدم در داخل همون قرآن یا موهی مویله باشه و یگان طوری مجای خودش ایریشی خودش غلطیدگی باشه در داخل قرآنش. این امکان دارد، این چیزی طبیعیه، امکان دارد که موی بدن مرد در همه چیز. برای همین در کتاب شریعه میگن که زن برای چی خمیر میکند مرد نکنه؟ برای که مرد چیش موش میریزه همه وقت میغلطه. شاید یک مویتی در همونجا غلطیدگی به همین اندازه براون مردم بترسونن که مطیع یک موه یا که ترسیدگی از یک موه شوه، موی کسی که نباشه. خب بعدی که ویدیو تا شما نشر کرده، بعضی آدم‌ها در کامنت‌ها نویسن که قدرت خداوند همه چیز هست. بعضی آدم‌ها نویسن که ما حضرت قرآن را که شدیم دیدیم، یقین یافتیم، ما به این چیز باوری داریم، ما را بین ملاها روی کردن، بعضی ایشان و حضرت ها و دو ملاها روی کردن، ما هم خیلی گپا هم زنگ زدن گفتن نویستنم که ما به همین چیزا باوری داریم. خیلی بعضی کسان شد که اعتقاداتش به این درجه و یا چی بگیم، ما بله به قدرت خداوند باوری داریم، به همین قدرت خداوند باوری داریم که خداوند شما را به این اندازه گمراه کردگی، به این اندازه در گمراهی قرار دادگی که برای شما حتی به سلسله به سندای صحیح در سلسله احادیث بر شما از پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم می آیند. به شکل بیداری شما همون چیزا را قبول نداره، باوری نکرده شده، اومده به یک خوبه که کیم کدام یک حضرت نامعلومه همون خوب دیدگی به همون خوب باوری کردگی. با باوری به همون خوب حضرت نامعلوم شما از ترس رفته قرآناتون کشیده که تا این وقت تا خیلی را قرآن کشیدگی نبوده. این اختون در ایمان وجدان اختون در ترازوی انصاف اختون نسنجش کنه که هم خیلی هسته. این تصرف موار شما نمیدویده قرآن نمیکشده، برای کفتن موه دویده قرآن کشده. حالا که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را امر کرده بود به شکل بیداری به توسط علما به شما اومد رسید که قرآن مقداری که میتونید هر روز هر یا بار بکشوی ببینه بخونش نکردیش. با یک خوب حضرت نامعلوم برای کفتن موهتون رفته قرآناتون آوی کرده، موه کفته درون قرآناتون. برای همین کامنتاریاش نویسند که قدرت خداوند خیلی این گفته های ما برای ویا هم نیستن، برای که شاید بر نفع کسی همه چیز باشه که به این اندازه مردم ترسیدگی از یک موهی نامعلوم است، موهی کسی برای یک خوبی نامعلوم گرفتار یک عقیده نامعلومی بشوند، عقیده طوری که خیلی همین خوب پیشتر هم بده، نه به یک ویدیو رولی که با یک کسی دیگر روی کرد که در دیگه دولت هم همین چیز پنج شدگی بده.
همین خوب نسبت دادگی بدن به یک از علمای هم زبان و هم دین هم مذهبی ما که جاهای می شود که از حنفی بدنش فخر میکند به خیرشوی نسبتش میتین که خیرشوی مردم یا از خوف و خطر همی باوری مردم ایمان همو عالم در جنبش میاد میخزه اگر ویدیو رولینگ میکنه که هر اون حقیقتی که در تاجیکستان من هم خیلی خوب دیدگی نیستم بالای اکران همین خوب ارلشی کم کدام حضرت دیدنش علامتی دروغ بودن شاید همین خیلی یک ویدیو رولی که یک توصیه میکرده که مثلا همین ویدیو را هم ببینن که مو شخصایی که با کامنتر می نویسن گویا با قدرت خداوند و باوری داشته بودیم از آواز تیردم تیزتر پهن می شود. به این خاطر دوستان عزیز ما در تاجیکستان که نیستیم نمیدونیم حقیقت تا چه اندازه است تا کجا است. دعا میکنیم فقط که تاجیکستان آزاد باشد آباد باشد. خیلی که حاضر در حقیقت تاجیکستان خیلی در صفحه پیش است. تمامی تکنیک و تکنولوژی در تاجیکستان کار کرده ایستاده است و هر نفر که میخوان 10 بار و دیگر شهرها سیر و گشت میکنن از تاجیکستان و از دیگر شهرها با تاجیکستان سیر و گشت میکنن. یعنی توریسم خیلی پیش رفته است.